خاله عالیه، لطفاً به هم بگو که کارم اشتباهه. شبیه دوز رفتم کارخونش، همه مدارکشو کش رفتم. بگو تو پویرازو به این روز انداختی. بگو شرم نمی کنی، حیا نداری که الانم داری دلشو میدزدی. لطفاً اینا رو به هم بگو. منو به خودم بیا لطفاً، یالا لطفاً خاله عالیه، لطفاً. کارخونه دزدی. خیلی پشیمونم، واقعا خیلی پشیمونم. از چی پشیمونی؟ حاضران بگو دیگه، از چی پشیمونی؟ مادر بزرگ به هوش اومدی؟ برگشتی؟ مگه کجا رفته بودم؟ خواب موندم؟ آی شب شده. مادر بزرگ صبر کن، بلند نشو، خودتو خسته نکن. این چیه؟ چی شده؟ مادر بزرگ تو بیمار شدی. چی؟ بیمار شدی، چند ماه خوابی. وایسا، صبر کن، اصلا حرف نزن. یه زنگی به بیمارستان بزنم، صبر کن. حاضران، مادر بزرگم پیش تو به هوش اومد. واقعا واسمون شانس آوردی، خیلی ازت ممنونم. پویراز اومدم مادر بزرگ، بهت زنگ میزنم باشه؟ تو سر و گردن ناز تو پیدا میشه، تو کوچه تند و تند پنجره هوا میشه، عاشق بی وفا غرق تماشا میشه. چی کار میکنی؟ عاشق چی؟ میگم داری چی کار میکنی؟ دارم کباب درست میکنم بیرجیک، دارم میرقصم دیگه. ها استخ داریم، هیچ کس نیست که دورش برقصه، هیچ کس نیست جشن بگیریم. یه لحظه، حاضران داره زنگ میزنه. اگه هتل پارتی است تا 5 دقیقه دیگه خودمو میرسونم. خاله عالیه به هوش اومده. خاله عالیه دیگه کی؟ مامان بزرگ پویراز دیگه. عالی شد که محشره، مادر بزرگ پویراز به هوش اومده. خیلی خوشحال شدم. جشنم میگیرن؟ اون الان داره به پویراز میگه که من چه خائنی هستم. یعنی چی؟ اون از کجا میدونه؟ چون که من بهش گفتم
اگه قرار باشه پویراز چیزی بفهمه باید خودم بهش بگم، از کسی دیگه این نشنوه. حزیران دیوونه نشی یا شاید زنه نشنیده باشه، اصلا یادش نیاد. آخه تو از کجا میدونی؟ نمیتونم این ریسکو بکنم، میفهمی؟ الان میرم بیمارستان و همه چیو به پویراز میگم. باشه نه حزیران، مبادا همچین کاری بکنی ها. وایسا، گورکم زود باش. تو یه راننده تاکسی داشتی، یه مرد خیلی عجیب غریبی بود. زنگ بزن بیاد اینجا، زود باش، باید بریم. بلند شو دیگه. پویراز من باید باز حرف بزنم، اما اول به حرفم گوش بده. باشه لطفا. باشه حزیران، باشه، منم باهات حرف دارم. اما الان نمیشه حزیران، یکم دیگه بهت زنگ بزنم. به نظرم اگه خاله عالیه بود اجازه نمیداد پویراز دلداده یه حزیران بشه. توبه جوری حرف زدم که انگار مرده. به نظرم اگه حالشم خوب بود بازم چیزی عوض نمیشد. اولا پویراز کسی نیست که با حرف بقیه کاری کنه. دوما خاله عالیه هر کیو که نوش دوست داشته باشه دوست داره. به این سادگی ها نیست جونم، ماجرای بابای پویرازم هست. واقعا که ملیسا چطور به هم ربط میدی؟ واقعا که آلپر تو چطوری ربطش دادی؟ پسر نمیبینی چرخ تقدیر داره تکرار میشه؟ دختر چرخ تقدیر چیه؟ شبیه گردونه شانس. آره. هی وایسا کش کنار، مورد اورژانسیه. برو. چه اورژانسی؟ مامان بزرگ پویراز به هوش اومده، درد سر شده. خاله عالیه؟ باورم نمیشه. چه خبره محشر؟ داره محشر. یه ساعت دیگه اینجوری میشد عالی بود. کاپیتان برو گاز بده. صبر کنید ما هم بیایم. بدو. ببخشید یه لحظه. پویراز خوبین؟ نه نیستم. من خوب نیستم، خیلی بدم. بفرمایید از این طرف بیاین از این طرف. بفرمایید از این طرف. مشکلتون چیه؟ معدم، فکر کنم معدم به هم ریخته، تپش قلبم دارم، نفسم داره تنگ میشه. فهمیدم. از کی این علائمو دارین؟ سر شب که تو حیاط با پویراز حرف میزدم شروع شده بود. خب تپش قلبم داشتم، معدمم یه جوری بود، تهوع هم داشتم. خب نمیدونم، ولی بعد اون ماجراها افتاد. منم راستش الان نمیتونم نفس بکشم. فشار خونتونه ببینم. حزیران خوبی؟ چیزی شده؟ فکر کنم به خاطر اینکه تو اینجا دویدم. میخوام همه چی رو بهت بگم، اما وقتی دارم میگم بهم نگاه نکن. نگاه میکنی من خجالت میکشم. حزیران تو از چی خجالت میکشی؟ تو هیچی نمیدونی. حزیران من چی رو نمیدونم، نمیفهمم. وای حزیران کجایی تو؟ پویراز خدا سلامتی بده. سلامت بشی. خاله عالیه کجاست؟ انگار ملیسا اینا اومدن. اعتراف کردی؟ نه مشخص خاله عالیه هم چیزی نگفته. گفتم که نگفته، یا هیچی نشنیده یا اصلا خیال کرده خوابه. تو مسیر که داشتم میامدم سرچ کردم، بیمارایی که به کما میرن به محض بیداری حافظشون پاک میشه. نه اگه میدیدی چطور بهم نگاه کرد، رسما شبیه متهما. اگه یادش بود تا الان همه جا رو به هم میریخت. بی خودی با گفتن این چیزا شانسی که با پویراز میتونی داشته باشی و خراب نکن. اول مطمئن شو بعد. داداش چرا خبر نمیدی؟ شرمنده، عجله شد نشد که به کسی زنگ بزنم. متاسفم. از یه مش استانبولی غریبه فهمیدم خاله عالیه به هوش اومده. نمیتونم با این شرم زندگی کنم. ببینم جراحتون هستن؟ من که تا اینجا اومدم یکم هم بوتاکس کنم ها.
متاسفانه جراح پلاستیک نداریم. بگردم اگه یه دماغم داغون بشه اون وقت چی ها؟ اون وقت چی کار کنم؟ اگه خواستین با مدیریت صحبت کنیم. عزیزم دارم شوخی میکنم، همه شوخیه بابا. به حاضران که خبر دادی؟ نه خبر ندادم، به هوش اومد اون پیشش بود. پس تو شادترین روز پایراز تو هم کنارش بودی؟ اینطوری شد. نه اتفاقی بود. داشتم می اومدم تو اتاق، داشتی از پشیمونی میگفتی. چی میگفتی؟ چیزه با سر و صدا تفلک زنه رو بیدار کرده بود، میگفت پشیمونم. میشه منم خاله عالیه رو ببینم؟ آره البته، خودمم خیلی میخواستم که آشناتون کنم. دارن میرن، منم میام. دختر کجا میری تو؟ وایسا ببینم. نمیخواد بری؟ مادر بزرگ، ببین به هوش اومدی با حاضران آشنا نشدی. قبل همه اون پیشت بود. آی دیلم میاد. اونم میاد ولی هنوز زنگ نزد. باشه پس زنگ بزن. باشه. خاله عالیه خدا سلامتی بده. خیلی خوشحال شدم که به هوش اومدید. وقتی شما بیهوش بودید همش حرف میزدیم با هم دیگه. یعنی من داشتم یه چیزایی بهتون میگفتم، شما حرفای منو شنیدی؟ بیماریمون به جمع برگشته. لطفاً بیرون باشین. چی شد؟ نشد حرف بزنی. میگم منم برم رژیم درمانی ها. حس میکنم قب در آوردم، انگار 0.5 کیلو اضافه وزن دارم. ولی ما اینجا مشاوری تغذیه نداریم. طبیعیه که اینو بدونی، مگه نه؟ توپل مپل. ولی نمیدونستم پایراز گیتار میزنه. من خبر داشتم یه وقتایی توی اردو میزد. وای، با هم میرفتین اردو؟ نه، آلپر و ملیسا هم بودن، اما بعدها بی خیال گیتار زدن شد. حتی نمیدونم چرا گیتارش هم فروخت. منتظر بوده حاضران برگرده تا گیتار بزنه. چه جالب. پایراز زنگ میزنه. جانم پایراز جون. میدونم خیلی دیر شده ولی یه چیز خوب اتفاق افتاد. وای چی شده؟ هیجان زده شدم. چی شده؟ مادر بزرگم به هوش اومده. وای واقعا باورم نمیشه. آره یهو چشماشو باز کرد. خدا رو شکر، خدا رو شکر. این یعنی چی؟ تا دیروز چشماشو بسته بود، خواب بود، یعنی الان معجزه شده چشاشو باز کرده؟ آره داشتن با حاضران حرف میزدن، رفتم تو دیدم به هوش اومده و گوش میده. حاضران پیشش بوده وقتی بیدار شده؟ آره الانم سراغ تو رو میگره، واسه همون زنگ زدم. آه عزیز دلم. خیلی خوب باشه، میام الان میام، خودمو میرسونم. باشه. انشالله خاله عالیه چیزایی که گفتمو نشنیده. وای چی شده؟ خاله عالیه به هوش اومده؟ آی دوست عزیزم، از خوشحالی داره گریه میکنه. دوست خوشقلبم. وقتی به هوش اومده اون دختره پیشش بوده. چی؟ من ماها زحمت کشیدم، هر روز بالا سرش بودم، هر روز بهش رسیدم، سرماشو وصل کردم، من فشارشو گرفتم، همه ای کاراشو کردم، اما حالا که به هوش اومده اون دختره ایکبیری بالا سرش بوده. ایتیل دیوونه نشو. خب بالاخره به هوش اومده، چه فرقی یعنی میکنه؟ چی چه فرقی داره؟ دویگو یعنی چی چه فرقی داره؟ من یه رویایی داشتم، گفتم خاله عالیه به هوش میان، من کنارشم، بعد زنگ میزنم به پایراز میگم خاله عالیه به هوش اومده بود و بیا، زنی که کثافت همه ای آرزوامو به باد داد، زنی که این نمک نشناسه عوضی. خروج
روز بی من. ولی من میدونو خالی نمی کنم، خصوصا برای اون دختره. حاضران پیش خاله عالیه بوده وقتی به هوش اومده، اما گفته الان منو میخواد. حاضران بوی بیمارستان مریضم کرد. خب شما برید، چرا منتظرید؟ تو اینجا میمونی؟ تا با خاله عالیه حرف نزنم نمیتونم برم. کاپتان موتور رو آماده کن. پویراز خودو سلامتی بده، نگران سلامت باشی. حاضران شما منتظر نمونین، نیازی به موندنتون نیست. هست یعنی میمونم. داره میاد. پویراز خدا رو شکر چشممون روشن. چشم هممون روشن. دوستان عزیز میگم اینجا بیمارستانه ها، اینقدر شلوغ نباشه بهتره. ببینم میشه خاله عالیه رو ببینیم بعد بریم؟ باشه، ولی امشب خاله عالیه نباید خسته شه، من اجازه نمیدم. ببخشید شما؟ من پرستار خاله عالیه. پرستار الکی؟ خب راست میگه، فردا میایم، اصلا صبح میایم. پویراز چیزی لازم بود بهم زنگ بزن. ممنونم داداش. ببین اگه بعد از این یکی دیگه بهم خبر بده حسابتو میرسم. خیلی خوب برید. منم باهاتون بیام. تو کجا میری ها؟ ما رو تا اینجا کشوندی، حالا میخوای برگردی؟ بیا ببینم. فعلا شب بخیر. فعلا. حاضران جون شب تو هم بخیر. من جایی نمیرم، تا خاله عالیه رو نبینم نمیرم. پویراز؟ آیفر خانم من اینجام اومدم. وای نمیدونی چقدر خوشحال شدم شنیدم. خوش اومدی عزیزم. آیفر خانم موردی که نیست. فعلا نه خدا رو شکر، ولی فعلا تحت نظر بمونن. با یه دکتر ارتوپد صحبت بکنید لطفا. باشه حتما من پیدا میکنم. فردا زود حلش میکنیم. عالیه خانم خودتون رو اصلا ناراحت و خسته نکنین باشه، این خیلی مسئله مهمیه. ببخشید باد میخوره به خاله عالیه. ببینیم چی میشه. نه خیر، ببینیم چیه. دکتر خیالتون راحت باشه، دیگه نمیذارم استرس بگیره نه ناراحت بشه. پویراز بلا به دور باشه، ناراحتی چند ماهتم که تموم شد. ممنونم. مادر بزرگ نبودی خیلی چیزا عوض شد، اتفاقات خیلی بدی افتاد، ولی اتفاقای خوبم تو راهه. حاضران میخوای واسه قهوه بیارم؟ نه ممنونم. خاله عالیه خوابیده؟ خوابه، اما دکترها میگن وضعیتش نرماله. خب ببینم با هم دیگه حرف زدین، چیزی بهش گفته؟ نه. حاضران تو همیشه به هم میگی کنار من چشم تو به روی معجزه ها باز میکنی. میدونستی که تو خالق اون معجزه هایی؟ پویراز من مستحق این حرفا نیستم. پویراز میگم بلند شو برو پیش خاله عالیه، نبینتت هول میکنه. دکتر گفت ناراحتی و استرس نداشته باشه. تو هم بلند شو برو خونه دیگه. میتونیم مرخصشون کنیم، آمبولانس هم شما رو میرسونه خونه. عالی شد، منم برم کمک خاله عالیه. تو هم با آمبولانس برو، کنارش باشی بهتره. فردا صبح میبینمت. میبینمت.
بالاخره تونستی حرف بزنی؟ نه نتونستم. خاله عالیه بعد نگاه میکرد بیرجیک. از ظاهرش نمیشه فهمید چی تو فکرشه. شایدم داره منو میسنجه، نمیدونم. ولی به نظرم اگه یادش میموند فوراً میگفت. نمیدونم بیرجیک، امروز رسما عمرم نصف شد. اگه یادش بیاد چی؟ نمیتونم حق با پویراز، زود جوگیر میشم. خب تو هم حرف و نپیچون رو کراس بگو، خودتو خلاص کن. همش کنار هم کار میکنیم، گلخونه، آنتینکن، مسابقه رقص، اتفاقات رمانتیک زیادی پشت سر هم پیش اومد. فکر میکنم عاشق پویراز شدم بیرجیک. نیستی؟ خب ازش خوشم میاد، نه که نیاد، اما احساس چندان عمیقی بهش ندارم. باید احمق باشم عاشق کسی بشم که تهش با هم دشمن میشه، اما من احمق نیستم. اون میگه که برای شانس آوردم، اما من زندگیشو نابود کردم. راستش کابوس زندگی شدم، مثل بختک شدم. چطور تونستم این کارو بکنم آخه؟ چی بگم والا، شما کم مونده بود دیگه ریل بزنی. خاله عالیه به موقع به هوش اومد، به خودم اومدم بیرجیک. وای بیرجیک، حالمو ببین، کم مونده مریض شم. اگه پویراز حقیقتو بفهمه چی؟ وقتی بفهمه چی میشه؟ از غصه میمیرم. نه من نمیتونم این کارو بکنم. نه من یه زن قوی و با اراده هستم، باید جلوی علاقه رو بگیرم. پس میتونم جلوشو بگیرم. آره من میتونم. شاید خاله عالیه همه چی رو براش تعریف کنه، احتمالاً منتظر بهبودی حالش. چی گفتی؟ شاید یادش نیاد. تو خودت همون روز به هم گفتی احتمال داره شنیده باشه. حالا هرچی، فردا متوجه میشیم. خب دیگه، شب بخیر. آقا دویگون، به اخباری که تو فضای مجازی منتشر شده توجه نکنید. تموم شد رفت. بهم اعتماد کنید، هتل ورشکست میشه. نه آقا دویگون، سرگرمتون نکردم یعنی چی آخه؟ نه البته که بیکار نموندم، دارم کار میکنم. من اعتراض نکردم. بله آقا دویگون، شما حقوق منو میدید. ببینید آقا دویگون، من امروز تیر خلاصو میزنم. الان دیگه داره میره هتل. تمام تأثیرات اون کنسرت امروز از بین میره. بله بهم اعتماد کنید. البته که بهتون خبر میدم حتما. روز خوش، خداحافظ. عجله کن. باشه. بیافت به جون پویراز، عصبیه، فوراً گیر میگیره. بس دیگه. اتاق میخوام. چقدر عجیب. شکر خدا شانستون اتاق خالی داریم. والا مجبور بودید شب رو حوله بخوابید. خواستم یه قهوه مهمونتون کنیم، فالتون رو بگیریم ها. ای کور نشده، دستت چرا امضا داره؟ حاضران با یه هنرمند مشهور آشنام کرد. مده من گفتم ستاره عالیه تغییراتی کرده، دیدی؟ عالیه خواب بود، جزیره چیزیش کم بود، زیبای خفته به اوش اومد، جزیره تکمیل شد. ای بابا این همه پاچه خاری نکن دیگه. عالیه جان کلی حرف پشت سرتون گفتن. بذار بگن حالم خوب شه حسابشونو میرسم. آره از پسشون برمیای عالیه جان، حالت خوب شه از پس همشون برمیای. با اجازت. ممنونم جونم، قربون قدمتون. دستتون درد نکنه. خوش خیلی ممنونم. ممنون، دستتون درد نکنه. دستتون درد نکنه. به سلامت، زنده باشید. برین به سلامت. ممنونم، برین. خاله عالیه جان، بیهوش بودین ایدیل هر روز میومد دیدنتون، بهتون قرص میداد، سرم میزد. داره میدونستم ایدیل جون برام کم نمیذاره، تنهام نمیذاره. دستش درد نکنه، خیلی کمک کرد. وای بسته تو رو خدا، خجالت میکشم. حاضران اومد.
خوش اومدی. خوش باشی. خاله عالیه خوبه؟ خوبه، خیلی توپه. یکم پیش داشت به کل آدمای جزیره تیکه مینداخت. ممکنه با تو هم تند برخورد کنه، تو به خودت نگیر. خب بفرما. عیب نداره، من از نوش عادت دارم. اما وقتی دوست داشته باشه علاقش ابدیه. اینش هم عین منه. خوبه دیگه، همه چی داره رو به راه میشه. مامان بزرگت به اوش اومده، افتتاحیه هتلم انجام دادیم. میتونی این چند ماه آخر رو از زندگیت پاک کنی انگار که هیچی نشده. والا این چند ماه اخیر، خصوصا این چند هفته آخر رو اصلا نمیخوام از زندگیم پاک کنم. بیا تو. بیام؟ آره. اگه یه چیزایی خوب پیش نرفت یادمون نره که چیزای خوبی هم بودن که با هم از پسشون بر اومدیم. تو باشی هیچی بد پیش نمیره. بیا تو. بیا نزدیک شو. بیا بشین. اینا چی آوردی؟ پنکیک. اینا که همش سوخته است. خاله عالیه نمیذارم اینا رو بخوری یا برات خوب نیست؟ نه، به نظر من خیلی هم خوب به نظر میاد. دست درد نکنه. تو اون چیزی که بالای سرم هست و درست کردی؟ پویراز گفت. گفتم که کابوسا رو از بین ببری. یه کابوس دیدم، فوراً بیدار شدم. خیلی خوب دویگو جون، دیگه ما خاله عالیه رو بیشتر از این خسته نکن. تو هم احتمالا میری هتل دیگه. اون بمونه. باشه، تا وقتی خوب شی من هر روز میام بهت سر میزنم. نیازی نیست، ما با خاله هوا حلش میکنیم. تو به کار خودت برس. دخترم بیا، به عنوان دوست و پرستار نه، بلکه به عنوان مهمون بیا. باشه، میبینمت. به سلامت. خداحافظ پویراز. میترسی گازت بگیرن؟ نه. پس تا پویراز نیومده تمومش کنیم. همه جام باز درد میکنه. صبح بخیر نهی. صبح بخیر خاله. نهیر دخترم به خالت بگو اگه گرسنه شده برای خودش توست درست کنه. اینم بگو که ما خدمتکارش نیستیم، هرچی میخوره از روی میز برداره و ببره بذاره تو آشپزخونه. خیلی کار زشتیه. نهیر جون، به مادرت بگو شبا وقتی میخوابه خور و پف نکنه تا خواب برام زهرمار نشه. دیگه کم کم برای ترجمه حرفاتون باید ازتون پول بگیرم. دیرم شده، میبینمتون. برو دخترم. چی شده؟ امروز مهمون داری؟ خاله عالیه از کمو در اومده، واسه اون میبرم. خوشحال شدم. آره خیلی خوشحال شدی. شما هم دیگر خیلی دوست داشتین. پویراز خیلی دوست نداره با آدم صمیمی بشه. چطور راضی شد که باش شریک بشی؟ من راضیش نکردم، حتی اصلا دلم نمیخواست باش کار کنم. ازش بدت اومده بود؟ بله، اوایل ازش بدم میومد، اما وقتی باش کار کردم و بیشتر آشنا شدم فهمیدم طوری که به نظر میاد بد اخلاق و لجباز نیست. خب یعنی ما بعداً تونستیم با هم همکاری کنیم. یعنی همونطور که گفتم ما به اون پولی که قراره از هتل برسه نیاز داریم. من قرض مادرم رو پس میدم، پویرازم زمینتون رو نجات میده، درسته؟
خاله عالیه، شما میتونین چرا درخواست وام پویراز لغو شده؟ میدونم. ببینین من خیلی پشیمونم، واقعا میگم خیلی پشیمونم. برای چی پشیمون هستی؟ به خاطر اینکه به جزیره اومدی؟ بله، یعنی اولین بار که به جزیره اومدم. ولی الان اینجا هستی، پول به دست بیار، بعدش به شهر برو یا هر کاری دوست داری بکن. شما میخواستین در مورد این چیزا با من حرف بزنی؟ میخواستی چی باشه؟ اون دختر سنگدل چطوره؟ دختر سنگدل کیه؟ مادرت. خوبه، مادرم خوبه، حتی اونم توی جزیره است. انشالله تا من سر پا نشدم بلند میشه میره. حواسم بهت هست. مادر بزرگ، خاله حوا اومده. خوبه، خوش اومدی، خوش اومدی. زود باشین، شما هم برین. کجا بریم؟ اینجا هستیم دیگه. برین، اون پولو به دست بیارید و زمینا رو نجات بدین. بعدش همه چی به وضعیت سابقش برمیگرده. بیا هوا جون، بیا بشین، بیا یه چیزی بخور. حواست باشه نباید بگی که اینجا هتل دختر خالمه، هر کاری بخوام میکنم. حواستو جمع کن. نه بابا اینجوری نمیشه. اصلا اینجوری نمیشه آقا گرکم ها. عشق و کار با هم فرق دارن، درسته؟ مشتری هتل هستین شما؟ دلبری نکن، اصلا حوصله‌تو نداره. نه یعنی گفتم اگه صبونه میخوای به مشتریامون فقط میدیم، همین. صبونه نمیخورم گورکم. گورکم؟ همدیگه رو میشناسین؟ چون اون روز یادمه به پلیس گفتین که منو نمیشناسین ها؟ من باید برای تو قیافه بگیرم، نه تو برای من، اینو میدونی نه؟ من یه سابقه پاک داشتم، به خاطر جناب عالی زندانی شدم. گورکم همیشه اینجوری از همه چیه داستان غم انگیز میسازی. جدی؟ خانم محترم لطفاً هتل رو ترک کنی. چی کار میکنی؟ پلیس صدا میکنی مثلا؟ نه. نگهبانا دیگه چی؟ بدون اجازه وارد هتل شدن، فوراً وارد عمل شید. اینجا واسه دختر منه. الان واسه دخترت شد ها؟ برام یه قهوه بیار. من خدمتکار تو نیستم. سریعتر برو سفارششو بگی. اصلا خورد کن. کجا میری؟ هتل که اینجا بود. هتل نمیریم که. به نظرم تا وقتی مزرعه استخوان دوست بنفشه بریم اونجا رو ببینیم. ما از اونجا عکس گرفتیم، کارمون تموم شده. درسته عکسامونو گرفتیم، اما ما اونجا یه کار نیمه تموم داشتیم. من یادم نمیاد کاری نیمه تموم مونده باشه. یعنی ما پلتفرم رو جدا کردیم و سیستم صوتی هم فرستادیم. یعنی مغز من به جز کار واسه چیز دیگه ای کار نمیکنه. اولین روز کاری هتل خوب بگذره، بعدش همه چی خوب میشه. نه تازه تو هم خاله عالیه رو به خاطر کار تنها گذاشتی. خیلی خوب باشه، تو یه کمی فکر کن، بعدش حرف میزنیم.
ممکنه چند روزی طول بکشه که کار جا بیفته. شما خودتون رو برای هر مشکلی آماده کنین باشه، مخصوصا افرادی که با مشتری در ارتباطن. یعنی ممکنه افراد شیرین و مؤدبم بیاد، ولی ممکنه افراد بد اخلاق و بی‌ادبم بیان. چه ربطی داره؟ شما مجبور نیستین این رفتار رو تحمل کنین. اصلا اینطوری حس نکنین. هر کی نمیخواد بره یه هتل دیگه. چیه؟ قرار نیست که اجازه بدیم اعصابمون رو خورد کنن. به یه هتل دیگه نمیرن باشه. اگه مشتریای بد اخلاق دیدین فوراً بگین با مدیرمون صحبت کنین، بعدش گورکم رو صدا کنید باشه. اون کارو بده به من. میدونی کسی نمیتونه مثل من پر حرف باشه. گورکم به عنوان یه مدیر با تمام توان سعی میکنه مشکلاتو حل کنه، نگران نباشید. البته یعنی اگه مشتری سعی کنه منو ناراحت کنه میزنم دهنشو سرویس میکنم. بله این جداست. به نظر من حق با اونه. اگه کسی از هتلم که با دستای خودم تزیینش کردم خوشش نمیاد از اینجا بره گم شه. دقیقاً همینه. شما الان دارین از این نظریه دفاع میکنی؟ اصلا منصرف شدم. شما به گورکم و پویراز خبر ندین، مستقیم بیاین پیش من باشه. من تمام مشکلاتو حل میکنم، چون که همیشه حق با مشتریه. آی حاضیران دقیقاً مثل بابام حرف زدی. داداش ببخشید چیز اومده، من همش اسمشو فراموش میکنم. باشه متوجه شدم، الان میام. اون چیز مثلا چیه؟ وقتی که درست شد میبینی. پس منم برم یه هوایی بخورم، گرمم شد. دوستان متوجه شدین دیگه نه؟ پویراز خواست منو به مزرعه استخدوس ببره. قرار بود حرفوی دیشب و ادامه بدیم. وای چه رومانتیک. بعد جوری رومانتیکه. من اصلا نفهمیدم چطور از این وضعیت در برم. تو میخواستی علاقتو مخفی کنی درسته؟ اگه از تنها موندن با اون فرار کنم همه چی خیلی راحت تر میشه. آخه تو چرا از پویراز فرار میکنی؟ مادر بزرگش هیچی نشنیده. پس چرا اونطوری بهم نگاه میکنه یا مثل مجرما بهم نگاه میکنه ها؟ البته پویراز گفت اخلاقش اینطوری، اما چه میدونم، نمیدونم چی کار کنم. زینب خانم اومده، چرا چیزی نگفتی؟ جوری رفتار میکنیم انگار وجود نداره. زینب خانم خوش اومدین. ممنونم. حاضران گفته بود یه هتل لوکس اینجاست، ولی من چیز لوکسی نمیبینم. ما نخواستیم از لحاظ مالی لوکس باشیم. حاضران برای تعطیلات همچی هتلی نمیاد. ولی به نظر من حاضران اینجا رو خیلی دوست داره. دوست نداره. من دخترم رو میشناسم. به نظرم نگاه من و شما به حاضران متفاوته. به نظرم تا حاضران و جوری که دوست داری ببینی میبینیم. یعنی حاضران تو شهر بزرگ شده، بزرگترین عشق اون شهر و کارشه. بابات دوستم بود، خیلی شبیه اون شدی، قیافه و اخلاقت کلن مثل اونه. امیدوارم اشتباهی که اون کرد رو تکرار نکنی. منظور شما رو متوجه نمیشم. فکر میکنم خیلی بازی حرف زدم. خداحافظ. ماما تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم ببینم با هتل چی کار کردی، اما هیچی عوض نشده، مثل دوران کودکیمه. خوبه، چه عالی. اگه تونستیم تو رو به دوران بچگیت برگردونیم که عالی. نوه خاله عالیه رو دیدم. تو با پویراز درباره چی حرف زدی؟ یعنی گفتم بهش تو زود از اینجا خسته میشی. مامان تو چرا اینو بهش گفتی؟ چرا نگم؟ مگه به زودی از اینجا نمیخوای بری؟ تو کار و روابط من دخالت نکن مامان. تو هم رابطه شنیدی؟ چیزه، منظور شراکته، بالاخره اونم یه جور رابطه است. مامانم انگار فکرتو به هم ریخته. نه، یه کمی صحبت کردیم. بهت گفته از این جزیره خسته میشم؟ یه همچین چیزایی گفت. تو اهمیت نده باشه.
من از جزیره خسته نمیشم، کاملا برعکسه. یعنی تو این دنیا بیشتر از هر جای اینجا رو دوست دارم. منم اینطوری فکر میکردم. ببین چی درست کردم، بیا ببین. وای باورم نمیشه. عکاس داشت دور مینداخت، دلم نیومد، منم خریدمش. خدا رو شکر که خریدی، عاشقشم. میدونستم خوشت میاد. مشتریام که خوششون بیاد حداقل یه خاطره خوب براشون میشه. حاضران نرو، اینجا بمون، یکم دیگه بمونیم، دوتایی. حاضران زینب داره میره. دارم میام. Sen bana yürüyünce سلام. نتونستی مانع گرفتن مجوز بشی. نتونستی مانع بشی نیست، نخواستم بشم. حتی از بابام خواستم تو بررسی دوم کمکشون کنه. اول پویرازو تو خطر میندازی، بعدش نجاتش میدی. ولی قبل تو این کارا رو کردن باید چیز دیگه پیدا کنی. هاکان نمیفهمم چی میگی. میگم زنای زیادی قبل تو این روش رو امتحان کردن، به درد نمیخوره، باید چیز دیگه پیدا کنی. سلام بچه ها. سلام خاله سلما جون، چشمت روشن خواهرت اومده. ممنونم. طراح معروف زینب صدفلی به جزیره ما تشریف آوردن؟ مادر حاضران معروفه. درسته معروفه. نکنه میخواد اینجا بوتیک بزنه؟ ای دل چشمت روشن، محیط اطرافت داره بزرگتر میشه. تو رو خدا، آخه زینب تو جزیره میمونه، گیر داده میگه میخوام حاضرانو بردارم ببرم. البته قرار نیست دختره به این بزرگی رو بگیره به زور ببره، ولی کارای زینب معلوم نیست دیگه. من به خرازی میرم، بعدم میبینمت. خاله سلما جون، میبینمت. منو ببین، به این چیزا فکر نکن. حاضران به حرف هیچ کسی از این جزیره نمیره. اگه میخوای از اون هتل بره باید کاری کنی هتل بسته بشه. اینجا رو ببین، وقتی رزرو آنلاین خواستن این سفر رو باز کن. باشه. نهیر، کولر کدوم یکی خراب بود؟ 124. چقدر زود خراب شده؟ نه خراب نشده، حتما یه دکمه اشتباهی زدن. الان نگاه میکنم. نوشابه سرده. به نظر من سرده، چون من پولیشو میدم، پر نظر من مهمه. یعنی درسته هر کسی یه جور یعنی من اونم پول میدم این نوشیدنی ولرمو بخرم آخه. دوستان الان برای شما یخ میارن. بی زحمت. سب کن. ما شکار میکنیم، ما با مشتریا دعوا نمیکنیم، ما آروم میمونیم. پس این مدل آدم ها رو از من دور نگه میدارین، درسته؟ باشه تمام هدف منم همینه پویراز. خوبه. معلومه که خوبه. اینجا رو دوست دارین؟ بله. دریا چطوره؟ خیلی خوشگله. برید بازی کنین. داداش بفرما. داداش این چه رفتاریه؟ حرف بدی نزدم که. با من درست حرف بزن. ببخشید من عادت کردم اینجوری حرف بزنم. بفرمایید. اگه تو نبودی من ادبیات از این امتحان میگرفتم. تو اصلا نمیتونی چیزی رو تحمل کنی. تو واقعا هنوزم اینطوری فکر میکنی؟ هیچی عوض نشده؟
پویراز چشمت روشن. دمت گرم داداش، ممنون. من یه وقت مناسب واسه عیادت خاله عالیه میام، قول میدم. بیا منتظریم، اما الان یه کمی کار دارم هاکان. داداش تو به کارت برس، منم یه کمی کار دارم. تو خونه حوصله‌ام سر رفت، گفتم یه کمی بیام اینجا دور بزنم. کار خوبی کردی، خسته نباشی. حاضران آقا دویگون از کنسرت خبر داره، ولی نترس، نمیدونه که تو اینجا کار میکنی. اگه بدونم برام مهم نیست. جدی؟ به نظرم بهتر برات مهم باشه. بالاخره اگه بدونن پشت سر شرکت ما کار کردی، تمام درا توی دنیای کاری به روت بسته میشه. احتمالا نمیخوای که تا ابد توی جزیره بمونی، مگه نه؟ معلوم نمیشه، شاید بمونم. چقدر خوشبین هستی. پویراز اگه واقعیت رو بفهمه نمیذاره اینجا زندگی کنی. الان خاله عالیه هم بیدار شده، ممکنه از اونم یه لگد بخوری. حاضران به نظر من حواست به کاری که تو استانبول داری باشه. این هتل قراره برات خیلی دردسر درست کنه. آلپر یه لحظه میای. چی شده؟ خواستم بگم آتش نوکر تو نیست. اوکی. یعنی چی اوکی؟ اگه اوکیه چرا الان تو دریا شنا میکنی ولی داداش من کاسه ها رو دستش گرفته و داره با تمام وجود کار میکنه؟ ببین گوش کن، من بهش نگفتم کاسه ها رو جابجا کنه. یعنی داداش من احمقه؟ داره واسه خودش کار درست میکنه. احمق اگه نگیم یکم عاشقه. یعنی چی؟ کاسه ها قرار بود به هتل پویرازینا بره. آتش هم برای دیدن نهیر یه کمی عجله داشت داره. آخی عزیز دلم، من اونو با خودم هتل میبردم، نمیذاشتم دست به سیاه و سفید بزنی. اینطوری نمیشه. اون موقع به خاطر کار اونجا نرفته بود. تو اصلا عشق یه طرفه نداشتی؟ ببین من نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی نه. ببین خب چه جوری میشه که انگار طرفو دیدی وقتی چشاشو میبینی قلبت آتیش میگیره، با هر حرفی که میزنه دنبال یه معنی خاص یا حس خاص میکردی. تو امتحان کن، حتما یه حس خیلی خاصی بهت میده. تو یه جوری تعریف کردی که دلت خواست مگه نه؟ نه یه جورایی. اینجا خیلی خوشگل شده، اما من اول باید امتحان کنم. باشه صبر کن آرومتر. عاشق اینم روی تاب بخوابم. باشه پس تو اینجا بخواب، منم تو رو تماشا میکنم. حاضران من دیشب به خاطر تو رفتم روی صحنه. حتما میخواستی بگی به خاطر هتل رفتم. فقط به خاطر تو رفتم. پویراز، من داشتم دنبالت میگشتم. برای خاله عالیه یه فیزیوتراپ معرکه پیدا کردم. کار خوبی کردی، ممنونم. من برم به یه چیزی سر بزنم. به رستوران. کابین عکاسی آوردی؟ تو از کجا شنیدی؟ من از هر چی اتفاق بیفته خبر دارم. یادت تو دوره راهنمایی تو اون کابین عکس گرفته بودی؟ معلومه که یادم میاد.
پول تو جیبیامونو با هم جمع کردیم. آره هنوزم عکس‌ها رو نگه داشتم. حالا الان کجاست؟ دوباره عکس بگیریم. کابین اونجا اون پشته. خیلی خوب، پس تو هم بیا بریم ببینم کجاست. بیا دیگه. خب پولو کجا بندازیم؟ نه اینجا پول نمیندازیم، از اون دستگاه نیست. جون، پس تا صبح عکس میگیریم. ببخشید، شما دوست دارید عکس بگیرید؟ معلومه که خیلی دوست دارید، درسته؟ اما اول یه عکس یادگاری بگیرید لطفاً، بفرمایید. باشه بریم ببینم. شما اینجا بودین؟ ببخشید یکی از مشتریامون خواست عکس بگیره، منم یهویی اومدم، ببخشید. بله بفرمایید لطفاً. بفرمایید. پس این دست تو بمونه. من میگیرمش. تو کار داری، من به پذیرش میدم، تو از اونا بگیر، باشه؟ یعنی اگه فراموش نکنی. باشه. میگم به فرم یه نگاهی باید بندازی، یعنی تو باید بهش نگاه بندازی. آره ایدیل ببخشید، میدونی که ما خیلی کار داریم، ببخشید. بله من متوجه همه چی هستم. به فیزیوتراپ خاله عالیه زنگ بزنم؟ باشه حتما. شماره رو بده. خیاط سلما. گرکم خوش اومدی. ممنون زندگیم. زود باش، تو برام یه قهوه ساده سفارش بده. باشه پسرم، فوراً برام یه قهوه ساده بیار. باشه میارم. الان سنگدل و صادق باشه و واقعیت رو بهم بگو. خب من عمو هستم. میگم من عموام. یعنی من که عمو نمیگفتم. خدا لعنتت نکنه، میومدی میگفتی. باش بفرمایید عمو جان. زهر ما رو عمو. گرکم تو چرا فکرتو درگیر این چیزا میکنی؟ مثلا همه به من میگن خاله ها، ولی تو خاله هستی. یعنی ببخشید سلما جونا، تو مثل خاله رفتار میکنی. دلت پیر شده، زندگیت بدون هیجانه، اصلا حریص نیستی و چیزی نمیخوای. زندگیت خیلی نرماله. خب آره، این بازنشسته ها نشستی تو کوچه خیلی راحت. یعنی ببخشید دوستونیه که ناراحتت کنه. نه حق با توه. قهوهم کف داره. نوشه جان. ببین چی میگم دختر، وقتی اومدی استانبول دست هم دیگه رو میگیریم و میریم برای بوتاکس. خیلی خوب. بوتاکس؟ نه من نمیرم، این کارو نمیکنم. چطور نمیری؟ خیلی هم خوب میری. یه دونه اینجا، یه دونه هم اینجا، یه دونه هم این زیر. نگاه. آی گرکم، از دست تو من طرفدار نشنال بودنم. وقتی داری میگی طرفدار طبیعی بودنم، چشماتو باید ببینی چجوری نگاه میکنه تو رو. میبینم ما هم خیلی صمیمی شدین. آره خب من بدون دوست صمیمی نمیتونم زندگی کنم. هر کی رفته دیگه رفته، همون روزم تموم میشه. خدا نگهدار. خیلی خوب گفتی، گل گفتی گرکم جون. آره عشقم. حسودی شد نه؟ حتما الان از اون طرف ساحل صدای ترک برداشتنشو میشنوم. آره والا شنیده میشه. ریش هرسمو خالی کردم بالاخره. آفرین. بخور. درسته. چند دو سال نمونده. یه لحظه شمارتون رو بفرمایید. داره تلفن حرف میزنه مگه نمیبینی؟ ببینم کورگه نیستا. متشکرم. فعلا بفرمایید. همه چیزو باید اول بگم. چند تو سوال نمونده، یه دونه برام جور کن. باشه تو سایه منتظر باشین، فوراً به بچه ها میگم بیان به محض اینکه خالی شد براتون. مدیریت صدا کم نه. باشه صداش میکنم. چرا بیادبی میکنی؟ آفتاب خورده تو سرم، چه ادبی گم چه بینه. آقای محترم مشکلتون چیه؟ بگین من کمکتون کنم. تو مدیر اینجایی؟ اینطوری فرض کنید. بفرمایید. تو ساحل چتر خالی نمونده. باشه اشکالی نداره، ما تعداد خاصی چتر رو میتونیم اونجا بذاریم. اشکال نداره یعنی چی؟ با به تعداد مشتریاتون اونجا سایبون بذارین. واقعا که گل زدیم به همه چی.
به نظرم بهتره که اینطوری به در و دیوار نزنی. عصبانی شدم که چی بزنم؟ آقا ببینین تون صداتونو بیارین پایین. به نظر من اینطوری ادامه ندید. با تون صدایی که دلم بخواد حرف میزنم. من مشتریم، اگه راضی نباشم میرم. صورت حساب رو ببینم. ممنون میشم سر بچه ها داد نزنین. نهیر صورت حساب این آقا رو آماده کن. یعنی بیرون میکنی؟ آره بیرونم میکنه. عجب گیری کردیم. شما نمیتونی منو بیرون کنی. خودم اگه بخوام میرم. درد سر میخوای؟ مگه خودت نگفتی میخوام برم؟ پولم نمیدم. براک تو این آقا رو همراهی کن. وسایلش از تو اتاقش بر میداره. شنیدین من چی گفتم؟ گفتم پول نمیدم به. من پول تو رو نمیخوام. فقط بیا از اینجا برو. این کارو نکن. یعنی من کتک میزنی؟ آره کتک میزنی. شما چه جور آدمایی هستین؟ رسما میخوای منو کتک بزنی؟ صبر منو بیشتر از این لبریز نکن. از اینجا برو بیرون. یالا نهیر برو یه نوشیدنی بخور استراحت کن. شما هم ببخشین که مزاحمتون شدیم. معذرت میخوام. همچین چیزایی پیش میاد. شما هم حق دارید. پویراز خوبی؟ چی شده؟ جریان چی بود؟ دیوونه است. مرتیکه رو ببین. این پروژه شدنی نیست شده. حتی تو مجلس شهرداری اینا هم چیزی نگو. خودت ناراحت میشی. باشه چی نمیگم. خیلی خوب همونجور که گفتم بازم فکر کن. کم و کسری ها رو تکمیل کن. بعدم باشه رئیس شمایی. سلام. حتی محصولات روی میز هم فرق نکردن. دست نوشته ها، گردن بندای زشت کثیف، علنگوها، همه چیز. یه زمانی این گردن بندا مینداختی گردنت. خیلی هم بهت میومد. علاقه و سلاقه آدم ها به مرور تغییر میکنه و بهتر میشه. یه روز با هم قهوه میخوریم دیگه نه؟ حتما انقدر حق و حقوق گردن هم داری. آره قیامت به پا شده. نه نشد. داشت به پا می شد که مرتی که گورشو گم کرد و رفت. باشه حق با توه. این کارا اصلا مناسب من نیست. از کارهای هتل و اینا سر در نمیارم. حق با تو بود. حالا خوشحالی؟ نیستم. ببین تو خیلی خوب مدیریتش کردی. حتی بیشتر از چیزی که فکر میکردم با آرامش رفتار کردی. من اگه اونجا بودم و یارو برای نهیر قلدر بازی در می آورد و یه چیزایی و میزد و میشکست گلوشو میگرفتم. مگه نمیگفتی همیشه حق با مشتریه؟ تا وقتی که بیادبی نکرده باشه و دستشو تکون نداده باشه حق با اونه، وگرنه نیست. بگذاریم. کار خوبی کردی که به حسابش رسیدی. فهمیدی اگه تو هتل میمون آرامش همه رو به هم میزد. یعنی تو یه مورد با هم تفاهم داشتین؟ واقعا؟ نه تفاهم نداشتیم. یعنی نمیشه بهش گفت تفاهم. اصلا همینطوری نیست. فهمیدی؟ بعدشم اون دوستت کجا بود؟ همون دوست قدیمیت کجاست ها؟ رفت. خوبه عکسشم توی پذیرشه. باشه میرم میگیرمشون. سلام. چیزایی که خواسته بودید و آوردم. ممنونم عزیزم. اینا رو آوردم. ببین اینم هست.
یه چیزی ازت میخوام بپرسم. قرابیه دارچینی و فندقی رو یادم نرفته. نه این نیست. پویراز و ایدیل، یعنی قبلا، یعنی توی دبیرستان، یعنی قدیما دوست دختر دوست پسر بودن؟ یعنی من همینجوری پرسیدم، نه که برام مهم باشه. بعدش هم دوست دختر قبلی پویراز به من چه ربطی داره؟ اصلا برام مهم نیست. پس لازم نیست بدونی. این یعنی چی؟ یعنی بهم نمیگی؟ خودت گفتی برام مهم نیست. برام مهمه و البته که برام مهمه، اما نه به اون صورتی که فکر کنی. پویراز خب شریک منه، همسایمه. ایدیلم که ماشاءالله همیشه پیشمونه، میفهمی که. یعنی اگه یه چیز قدیمی بینشون هست من میخوام بدونم اگه بشه. نیست. ایدیل و پویراز مثل من و آلپرن، دوست همیشگی هن. یعنی فقط دوست هم دیگه؟ آره. تو زندگی پویراز فقط یه زن مهم بوده که اونم نابودش کرد. کی؟ خب بیا اینو فراموش کنیم. باشه، پویراز دوست نداره در مورد این چیزا حرف بزنیم. حاضران، پویرازو ناراحت نکن. اینا رو گذاشتم اینجا. ملیسا رفت؟ عجله داشت. قرار بود داستان اون اسمی که تو قایق نوشته شده بود و بگی. به هم قول دادی. درسته قول دادم، اما گفتم یه روزی شاید واسه تعریف کنم. کسی که خیلی ناراحتت کرده رو بهت یادآوری میکنه، مگه نه؟ کسیه که میخوام فراموشش کنم واسم یادآوری میکنه. پول منو بده ببینم. بقیهشو وقتی کار تموم شد میگیری. قسمت سخت کار پشت سر گذاشته. برو اون پانسیونی که آدرسشو بهت دادم اونجا بمون، فردا هم با اولین قایق از اینجا برو، وگرنه پیدات میکنن. من تو اسکله میبینمت، بقیه پولم اونجا بهت میدم. ببینم ویدیو رو چقدر دیگه تابلو کنم. طرفای صبح. ایستگاه تاکسی کجا؟ اینجا تاکسی نداره. تاکسی. من اینجا مسافرم، منو ببر چرمینم. بیا والا بشه بیا. مادر بزرگ، میبینم که فیزیوتراپی شروع کردی. کارای بی خود و بی جهتی. مادر بزرگ اعتراض نکن، هر کاری دکتر بگه انجام میدیم. باشه. راستش بهترین هدیه به من به هوش اومدنت بود. چه هدیه‌ای؟ واقعا که امروز تولدم مادر بزرگ. راستی آلپر، واسه تو هتل جشن میگیریم. باشه، ولی مثل مراسم نامزدی جشن بزرگی نباشه. ول کنین، چیزای جدید از خودتون در نیارین. تا قبلا اینا رو جمع میکردی و میبردی کم، بازم این کارو بکن. من که میگم حالا که هاکان همینجاست همه با هم بریم، ولی نه امسال نمیشه. چرا میشه؟ ملیسا، هاکان و آیدیلم ببرین و برین اردو. پسرم، من یه نوه نمیخوام که مثل بختک بالا سرم وایسه. یه نوه شاد میخوام که زندگیشو ادامه بده. خب
اینقدر خمیازه نکش دختر، دهنت پاره میشه. چی کار کنم خب؟ خیلی حوصله‌ام سر رفته. دنبال کارگر میگردی؟ آره. خواهری داری که شبیه خودت نباشه؟ نه ندارم متاسفانه. ملیسا آلپر چادرها رو حاضر کن. داری شوخی میکنی؟ خاله عالیه گفت باید بریم کمپ، مخصوصا این که از آتش استفاده کرد. من سری پاچا رو آماده میکنم. به ایدیل و هاکان خبر دادی؟ پاچای چیه؟ ما مردم میریم شکار میکنیم. این جمله خیلی ناراحتم میکنه. شکار نداریم، تبعیض جنسیتی هم نداریم. این حرفا برازندت نیست واقعا. خب حالا واسه چی داد میزنی؟ شوخی کردم دیگه بسه. بینم تو رو چطوری؟ خوبم ممنون. داریم میریم کمپ؟ منم میام. نمیتونی بیای، فقط تیممون میتونه بیاد. قوانین اینجوریه. یه وقت دیگه. آره ها حاضران؟ چادر داری؟ نه. پس خوبه که چادر قبلیمو دور ننداختم. برای چی؟ نفهمیدم. امروز تولد آلپره، به مناسبت اون میریم کمپ و تو هم با همون میای. میای وقتی اینجوری دستوری حرف میزنی عصبانی میشم. باشه، من و دوستام امروز میریم کمپ، تو هم با همون میای. یعنی جایی که آتیش روشن میکنن، زیر نور ستاره حرف میزنن، با صدای طبیعت میشه خلوت کرد؟ آره دقیقاً. منم میخواستم باهات حرف بزنم. نمیتونم بیام. من نمیتونم بیام. یعنی بهتره که نیام. خب امروز خیلی خسته شدم. امشبم میخوام یکم کتاب بخونم و استراحت کنم. خوش بگذره بهتون. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerim nitelik, yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce.